سرخط خبرها. امریکا لاتاریای گرین کارت را موقتا بازداشت. بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد قرضی 1% را رد کرد. کشتار با بیرحمی محسوس، مرد زنش را با برق کشته است. سلام و روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. شما نویدی بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تماشا دارید. امروز جمعه 9 ینور است. سفارت امریکا در تاجیکستان با پخش یک اعلان در شبکه‌های اجتماعی و صفحه رسمی خود رسما اعلان کرد که دپارتمنت دولتی این کشور برنامه کارت سبز یا گرین کارت را موقتا بازداشت. با اطلاع منبع، عریضه دهندگان برنامه می توانند عریضه های خود را سپرده مصاحبه گذارند و کاتبات دولتی تعیین مصاحبه ها را برای عریضه دهندگان برنامه ادامه دهد. لیکن یگان روادی در چارچوب این برنامه صادر نخواهد شد. اما در همین حال مصاحبه های الکی تعیین شده در دوره این برنامه به سنه دیگر گذرانده یا لغو کرده نمی شوند. به گفته سفارت امریکا در تاجیکستان، در صورت پیدا شدن اطلاع دیگر در این مورد، کاتبات دولتی امریکا عریضه دهندگان را آگاه خواهد کرد. سفارت جزئیات بیشتر از این نداده است. لاتاریای گرین کارت یا کارت سبز سال 1990 جاری شد و هر سال از راه انتخاب تصادفی برای 50,000 نفر حق گرفتن اقامت رسمی در امریکا را فراهم می‌کند. آژانس تاجیک استاندارد از تمام شهروندان و ساکنان تاجیکستان خواسته است که از شیر خشک کودکانه محصولات شرکت نسله با تمغه نان استفاده نبرند و آنهایی که الکی خریداری کردند باز پس گردانند. آژانس میگوید بنابر نامطابقتی محصولات مذکور به حجت‌های معیاری از جانب آژانس تاجیک استاندارد، فروش و استعمال محصولات ذکر شده فوراً قطع کرده شده از معاملات گرفته می شود. فعلا معلوم نیست که محصولات این شرکت از کی وارد تاجیکستان شده است و آن را الکی چی تعداد خریداری نمودند. اعلان درباره منع خریداری این محصولات در تاجیکستان در حالی است که شرکت نسله محصولات اخیر خود را از قزاقستان، ازبکستان، روسیه و یک قطار کشورهای اروپایی بازخوان کرد. در بعضی از رسانه‌ها گفته می شود که آن نه به نامطابقتی حجت‌ها ربط داشته بلکه در ترکیبش ماده زهرناک کشف شده است. آژانس تاجیک استاندارد گفته است با نمایندگان شرکت واردات کننده محصولات مذکور کاربری را آغاز نموده است و از نتیجهش در روزهای نزدیک گزارش خواهند داد. بانک ملی تاجیکستان با پخش یک خبر در سامانه رسمیش خبری دادن قرض‌های 1% به ساکنان کشور را دروغ نامید. قبلا در شبکه‌های اجتماعی اعلان پخش شد که گویا این نهاد قرض 1% می‌دهد. بانک ملی تاجیکستان می‌گوید طبق قانونگذاری به شهروندان قرض نمی‌دهد و فعالیت نظارت و تنظیم کنندگی دارد. بانک ملی به شهروندان واقعی خدمت رسانی بانکی از جمله دادن قرض را انجام نمی‌دهد. قرض‌ها تنها توسط بانک‌ها و تشکیلات قرضی مالیوی طبق شرط و معیارهای خود آنها پیشنهاد می‌گردند. افزوده است این نهاد. بانک ملی تاجیکستان از شهروندان خواسته است که به خبر و اطلاعات ناصحیح باور نکرده، معلومات رسمی را تنها از منبع‌های با اعتماد دسترس نمایند. زیاد بودن بهره یا فایز قرض‌های بانکی و مشکل دسترسی به آنها همیشه مایه نگرانی مشتریان و کاربران شبکه‌های اجتماعی بوده است. از جمله به نوشته کاربران شبکه‌های اجتماعی، فایز همه بانک‌ها میان شکن است، به فایده خلق میان حال نیست. این را باید از سر نو دیده برآیند و غم مردم بیچاره را باید خورد، نوشتند آنها. یک ساکن ناحیه ناصر خسرو را برای با برق کشتن همسرش برای 21 سال از آزادی محروم کردند. از دادستانی ولایت ختلان بعضی پلوس خبر دادند که حادثه روز 20 آگوست سال 2025 در پی جنجال زن و شوهر بر سر برگزاری توی پسرشان رخ داده است. سبب جنجال کمبود مبلغ برای خرید جهازی لازم شده است. توی عروسی پسرشان میبایست ماه دکبر سال 2025 برگزار میشد. بعد جنجال اولدونا روزی و همسر محکوم شده خواب میکنند. در این حالت چوری قولیف سنگ را در روی پوش بالشت انداخته با پشت سر زنش دوبار میزند. بعدا ناقل را آورده به انگشتان دست او پیچانده نوک دیگری آن را به برق پیوست میکند. در نتیجه رسش برق اولدونا روزی و میففتد آمده است در خبر. به گفته منبع چوری قولیف به خاطر پنهان کردن جنایت اعلام کرده است که زنش در پی فشار بلندی مرده است. اما به قول مقامات تفتیشات معلوم کرده است که زن با برق کشته شده است.
دادستانی ختلان چوری قولیف را با جرم کشتار با بیرحمی مخصوص ایبدار نموده و بر اساس این اتهام دادگاه او را به 21 سال زندان محکوم کرده است. نظر محکوم شده و پیوندان او به حکم دادگاه و همچنین در رابطه با این قضیه معلوم نیست. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شام 7 ینور قراری را امضا کرد که بر اساس آن کشورش از عضویت در 66 سازمان بین المللی از جمله 31 ساختار سازمان ملل متحد خارج می شود. در متن قرار که در سامانه کاخ سفید نشر شد گفته شده است که اشتراک آمریکا در این سازمان ها برخلاف منفعت های این کشور می باشد. قرار مذکور در پی مشورت ها با کاتب دولتی و اعضای حکومت بر اساس قرار ماه فوریه سال 2025 قبول شده است. معلوم نیست که اعضای کنگره به این قرار چی واکنشی خواهند کرد. در بین سازمان هایی که آمریکا بر اساس قرار ترامپ از آنها خارج می شود تشکیلاتی هستند که با تغییر اقلیم مبارزه می‌برند و ارزش‌های دموکراسی و حقوق انسان را حمایت می‌کنند. ماموریت ترامپ به این باور است که بسیار ساختارهای زیر نظر سازمان ملل متحد افکار جهانگرایانه و چپگرا پیش می‌برند و این چیز خلاف با موضع‌گیری سیاسی ماموریت عملکننده آمریکا میباشد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 9 ینور خبر می‌دهد. شهر بسیار ملتی بخارا روزهای 9 تا 11 ینور سال 1910 مرکزی بینظمی‌ها و زدوخوردهای میان ساکنان سنی و شیعه مذهبی محلی گردید. بهانه شروع اختلاف‌ها که باعث کشته شدن صدها ساکن سنی و شیعه مذهب گردید، عصبانیت از اجرای آشکارای مراسم عاشورای شیعه‌ها در بخارا بود، ولی صدرالدین عینی و بسیار تاریخ‌شناسان این حادثه‌ها را فتنه و بلوای نزدیکان امیر عبدالاحد نامیدند که با هدف از قدرت دور کردن مقامداران شیعه مذهب تشکیل کرده شد. امیر طلب اکثر اعتراضگران سنی مذهب را اجرا کرده، قشبگ استانقل و دیگر مقامداران شیعه را برکنار نمود. 9 ینور سال 1940 در تاجیکستان شوروی اتفاق آهنگسازان تأسیس و رهبری آن را سرگئی بالاسانیان به عهده گرفت. تشکل جمعیتی که عضویت در آن امکان رسمی نشر و تبلیغ کارهای ایجادی آهنگسازان را فراهم می‌کند. برای تشکل مکتب موسیقی ملی تأسیس مکتب‌های ویژه موسیقی و ایجاد اثرهای زیاد مساعدت کرد. عین زمان وظیفه مهم این اتفاق هم‌آوازی با ایدئولوژی حکومت است که امروز هم به همین شیوه ادامه دارد. 9 ینور سال 1948 شاعر کودکان جوهره هاشمی تولد شده است که برای رشد شعر اطفال تاجیک زحمت زیاد کشیده است. مؤلف مجموعه‌های افتابک، من الفبا می‌خوانم، نینی به پا شد، کلچه چرا شیرین است و دیگرها میباشد. مشاوری بخش ادبیات کودکان و نورسان اتفاقی نویسندگان تاجیکستان است. بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 115 سومانی، 100 یورو به 1087 سومانی و 100 دلار 930 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. به شما استراحت خوب آرزو مندیم. خدا نگهدار.